سلام، من هانا و این اولین ویدیو معرفی کتاب چنل منه. خب قبل از اینکه یک راست بریم سراغ معرفی کتابمون، دوست داشتم که موضوعی رو بگم که خب یکی از دلایل اصلیه که من میخوام محتواهای معرفی کتاب بذارم تا شاید کمکی به این قضیه کرده باشن. اینکه من یه مدت طولانیه که دارم میبینم مردم اون سلیقه شخصیشون رو توی کتاب خوندن از دست دادن. یعنی من خیلی ها رو دارم میبینم که صرفا کتاب میخونن که یا بگن که دارم کتاب میخونم، یا اینکه میخونن چون ترند شده، میخونن چون یک سری کتاب‌های ترند رو توی فضای مجازی میبینن و معتقدن که خب من حتما باید این کتاب رو بخونم، حتی اگر دوستش نداشته باشم، حتی اگر مطابق با سلیقه من، مطابق با علایق من نباشه. و یا اینکه خیلی دارم میبینم که کلا گفتن این که از یک کتاب خوشت نمیاد یا نمیخواشی، اصلا مربوط به سلیقت نبوده، دوستش نداشتی، یه کار خیلی سختی شده. به خاطر اینکه خب خودتون میدونید، چه میدونم، برگردید بگید که من داستایوفسکی نخوندم برای مثال، یا من داستایوفسکی رو خوندم و خوشم نیومده، با داستاناش نتونستم ارتباط برقرار کنم، با نوشته‌هاش نتونستم ارتباط بگیرم. خب خیلیا، نمیگم همه، خیلیا هستن که گارد میگیرن نسبت به این قضیه. چرا داستایوفسکی دوست نداشتی؟ چی شد که دوستش نداری؟ مگه میشه مثلا، چه میدونم، یا حتما عقلت نرسیده بهش که نتونستی بفهمیش، اگه میفهمیدیش حتما دوستش داشتی و از این دست قبیل چیزا. منظورم از این حرفم نبود که داستایوفسکی بده، خوب نیست یا مطابق با سلیقه آدما نیست. نه، منظورم این نبود. اتفاقا داستایوفسکی خیلی از داستاناش شاهکارن. من خودم هنوز شانس اینو نداشتم که همشون رو بخونم، اما اون تعداد محدودی هم که خوندم میدونم که خیلی قشنگن، با اینکه ممکنه یک جاهایی به سلیقه من نبوده باشه یا من درکش نکرده باشم یا هر چیز دیگه ای. منظور کلی اینه که این ترند ها و یک سری ویدیوها باعث شده که آدم ها نتونن ابراز کنن اون سلیقه شخصشون. و من خیلی بارها شده توی ریلزهای اینستاگرام دیدم که یه سری مجموعه ویدیوهایی ساخته بودن یک تایمی که مثلا اینجوری بودش که عکس یه نفر بود که میگفتش که آره من کتاب میخونم، تو چی؟ طرف میگفت منم همینطور، بعد مثلا زیرش میذاشت کتابایی که من میخونم، چه میدونم عکس داستایوفسکی، کافکا و غیره رو میذاشت، بعد اون مثلا کتابای ژانر دارک رومنس و فانتزی و فلان و اینا. و خب من توی تمام اون مدت اینجوری بودم که این که طرف فانتزی میخونه دلیل نمیشه که عقلش از تویی که فلسفی میخونی کمتر باشه، دلیل نمیشه که چه میدونم هوش پایینتری داشته باشه یا سلیقه بدتری داشته باشه. نه، اصلا اینطور نیست. اون با اون ژانر کتاب حال میکنه و تو با این ژانر دیگه، و این اصلا باعث نمیشه که چیزی از تو کمتر یا اضافه تر بشه. چون به هر حال بعد از همه اینا کتاب خوندن یک سرگرمی برای ما هاست، یک وسیله برامون که بتونیم از اون تفکراتی که در طی روز داریم، از اون اوورثینک کردنی که در طی روز داریم، یه ذره فاصله بگیریم، یه چیزی بهمون اضافه بشه، یه چیزی یاد بگیریم، یکم حال کنیم، یکم تو دنیای کتاب غرق بشیم. و خب اگر قرار باشه که اون چیزی که دوست نداریم رو صرفا به خاطر این بخونیم که ترند شده، یا صرفا به خاطر اینکه بقیه فکر میکنن که اگر نخونده باشیش حالا مثلا کتابخون محسوب نمیشی یا همچین چیزی، به نظرم کاملا اشتباهه. چون تو با کتاب خوندن قرار نیست چیزی رو به بقیه ثابت کنی، قراره که یه چیزی به خودت اضافه شه، قراره که خودت لذت ببری و قراره که کتابی که میخونی یه چیزی به تو اضافه کنه. ببین، حتی اشکالی نداره تو اگر یک بزرگسالی و دوست داری یک رمان ژانر نوجوان بخونی، دوست داری یک رمانی بخونی که فانتزیه، هیچ اشکالی نداره که تو سلیقه منحصر به فرد خودت رو داشته باشی. اشکالی نداره اگر تا حالا داستایوفسکی نخوندی، اشکالی نداره اگر چه میدونم از یه چیز معروف مثلا کتابای هری پاتر خوشت نمیاد. میدونی منظور من اینه که ویترین کردن کتاب ها صرفا برای اینکه بگیم من خوندمش کار جالبی نیست. چون که تو ممکنه همه کتاب‌های فلسفی روی زمین رو خونده باشی، همه کتاب‌هایی که فکر می‌کنی بهت یه چیزی اضافه می‌کنن رو خونده باشی و هنوز هم شعور نداشته باشی. این اصلا ربطی نداره به کتاب خوندنت، این اصلا ربطی به ژانر چیزی که می‌خونی نداره. همه حرفم اینه که اون سلیقه شخصی کتاب خوندن خودتون رو پس بگیرید و نترسید از اینکه سلیقتون چیه، دوست داری چی بخونی و غیره. حتی شاید من دارم اشتباه میکنم، چون به هر حال من هم خیلی چیزا برای یاد گرفتن دارم، هنوز تجربه کافی رو ندارم، اما طبق چیزی که الان عقایدم هست و طبق چیزی که الان میدونم معتقدم که نباید اینطوری باشه. اگر دوستش نداری و باهاش ارتباط برقرار نمی‌کنی، نخونش، به خاطر اینکه کتاب خوندن باید با علاقه باشه، وگرنه چه فرقی با درس خوندن داره. میگم باز هم به نظر من هر کتابی ارزش یک بار خوندن داره، به شرط اینکه تو بخوای بخونیش. اگر نخوای اون هیچ ارزشی قرار نیست داشته باشه و صرفاً به اجبار داری انجامش میدی. من خودم به شخصه سعی میکنم توی این چنل کتابایی رو معرفی کنم که از همه نوع ژانری باشن، از همه نوع رده سنی باشن، یا حتی اگر کتاب‌هایی که رده سنی نوجوانن یا جوان،
بزرگسالا هم بتونن بخوننش، یعنی جوری باشه که همه رده سنی بتونن بخوننش و ازش لذت ببرن. خلاصه که همین، ببخشید که خیلی وقتتون رو اول ویدیو گرفتم. دیگه بریم سراغ معرفی اولین کتابمون. خب بریم سر اصل مطلب. کتابی که میخوام امروز بهتون معرفی کنم توی ژانر وحشت، حدوداً هیجانی ترسناک همچین چیزی. اسمش هست ارواح قرن 20، نوشته جو هیل و ترجمه رضا اسکندری و انتشارات پرتغال هم هست. اینم جلدشه. من این کتاب رو خیلی سال پیش خریده بودم و اون موقع من خیلی تو فاز این بودم که دوست داشتم کتاب‌های ژانر ترسناک بخونم و این کتاب اولین کتاب ژانر وحشتی بود که منو به وجد آورد و داشتم به این فکر می‌کردم که خب اگر یه نفر می‌خواد یه همچین ژانر رو شروع کنه، برای شروع به نظرم این میتونه یکی از بهترین کتاب‌ها باشه. من این کتاب رو چاپ سومش بود که خریدم، سال 1400. 100% کتاب‌های ژانر وحشت بهتری هم نسبت به این وجود داره که خب هیجان انگیزتر باشه، ولی از انتشارات پرتغال به نظرم بهترین کتاب ژانر وحشتی که بیرون دادن همینه. کتاب‌های دیگرش رو من چند تاشو بیشتر نخوندم، مثل دختر ارتقاء طبقه سوم، تیمارستان متروک یا عمیق تاریک و خطرناک، اسمش یادم رفته بود، که اون موقع که من شروع کردم، من با تیمارستان متروک شروع کردم. اون موقع خیلی تو فاز این بودم که خب ژانر ترسناک دوست دارم بخونم و اینا، و به نظرم بین همشون این کتابی که دارم بهتون معرفی میکنم از همه جالب تر بود، به خاطر اینکه داستانش با داستانهای دیگه یکی نبود. در واقع این کتاب تشکیل شده از چند تا مجموعه داستانه که خب به نظر من خیلی بهتر از کتاب‌های ژانر وحشت دیگه پرتغاله، چون موضوعش متفاوت بود، داستان متفاوتی داشت و مثل بقیه اینجوری نبودش که یه روند خیلی تکراری رو مثلا ادامه بده و پی بگیره. به شخصه معیار من برای کتاب ترسناک یا هیجانی اینه که عجیب باشه، تو نتونی تا آخرین لحظه حدس بزنی چه اتفاقی میفته و موضوعات جدید داشته باشه که خب این کتاب همه اینا رو توی خودش داشت. انگار نویسنده سعی کرده خیلی غیر منتظره باشه، دوست داشته که تو تا آخرین لحظه نتونی بفهمی خب چرا همچین اتفاقی داره میفته، اصلا چرا اینجوری شد، چی شد که کار به اینجا کشید. دیگه از چیزایی که خیلی منو جذب این کتاب کرد قلم این کتاب بود، چون که نویسنده اومده توی سری از داستان‌ها از طرف اول شخص یک جوری داستان رو تعریف کرده که عجیب ترین و چندش ترین صحنه‌ها رو هم خیلی عادی جلوه داده. مثلا اینجوری بوده که آره من فلان روز رفتم بیرون و فلان چیزو دیدم، میدونی، انگار یه چیز خیلی روزمره بوده براش، در صورتی که اینطور نیست. و من نمیدونم، اما مثل اینکه یکی دو تا از این داستان‌ها رو فیلم هم کردن که من مطمئن نیستم، فقط یکی دو جا یه حالت پوستر توری ازشون دیدم که فکر کردم ممکنه پوستر فیلم باشه، مطمئن نیستم. اگر کسی میدونه لطفا بهم بگه. در کل این کتاب به نظر من واقعا ارزش خوندن داره، هنوزم که هنوز یکی از کتاب‌های مورد علاقه منه و من خیلی دوستش دارم. فکر می‌کنم بالای 3 بار من این کتاب رو خوندم و هر بار مثل بار اول ازش خوشم میاد. و خب یکی از چیزهای دیگه‌ای که این کتاب رو خیلی جذاب کرد برای من این بودش که به یک سری از مسائل جامعه هم پرداخته و به یک سری از مشکلات انسان‌ها، یه سری از بیماری‌های روحی روانی که ممکنه آدم‌ها داشته باشن، یه سری از مشکلاتی که ممکنه براشون تو زندگیشون پیش اومده باشه، مثل اضطراب اجتماعی، مثل OCD و خیلی از چیزهای دیگر رو در قالب این داستان‌ها آورده و به نظرم خیلی ایده جالبی بوده و باعث شده که خیلی جذاب بشه این داستان‌ها. شاید بتونید با خیلی‌هاشون حتی همزاد پنداری کنید با شخصیت اصلی داستان. نمیخوام بیشتر از این راجع به این کتاب صحبت کنم و نمیخوام ویدیو رو خیلی طولانی کنم، چون صرفاً ویدیوی معرفی کتابه. نمیخوام خیلی طولانی یا خسته کننده بشه، همین علتش به نظرم خیلی طولانی شد. اگر دوستش داشتید و اگر به نظرتون جذاب اومد بخونیدش و اگر همین الانش هم خوندینش یا بعد از این ویدیو رفتید خوندینش، حتما نظرتون رو بهم بگید. دوست دارم بدونم که چی راجبش فکر می‌کردید و اون قدری که برای من جذاب بود برای شما هم جذاب بود یا نه. من ویدیو رو همینجا تموم می‌کنم. بازم معذرت می‌خوام بابت کیفیت صدا و کیفیت ویدیو، هی سعی می‌کنم بهترش کنم. خیلی دوستتون دارم و امیدوارم که همیشه نور توی زندگیتون باشه. و در آخر به قول صفحه آخر این کتاب مراقب باشید. همه چیز توی خانواده‌ها ارثیه، حتی ناپدید شدن.